سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به داستان داروسازی توی ایران. سلام. بله، یه مسیر خیلی طولانی و جالبه. از ریشه‌های خیلی قدیمی شروع میکنیم و میرسیم به همین چالش‌هایی که امروزه باهاش درگیره. منابع مختلفی رو هم بررسی کردیم، از مقاله‌های علمی گرفته تا مطالب وبسایت‌ها و تاریخچه دانشگاه تهران. دقیقاً. هدفمون اینه که ببینیم چطور از اون عطاری‌های سنتی و دانش مثلا زرتشت و رازی و ابن سینا رسیدیم به آموزش مدرن و بعدش این صنعت بزرگ داروسازی. و البته وضعیت الانش که خب فراز و نوایش زیاد داره. خب پس بیایید شروع کنیم. واقعا جالبه اگه بدونید که رد پای داروسازی توی ایران به هزاران سال پیش برمیگرده. بله، حتی زمان زرتشت. میگن توی اوستا هم یه بخشایی در موردش بوده. دقیقاً همینطوره. و اینطور نبوده که یهو قطع بشه. یعنی یه جریان پیوسته بوده. ببینید مثلا دوره ساسانیان. جندی شاپور. بله، دانشگاه جندی شاپور یه مرکز علمی خیلی مهم بود و برای اینکه کسی بخواد کار پزشکی یا داروسازی انجام بده، باید تحصیل میکرد. یعنی همین جوری نبوده؟ نه اصلاً، باید تحصیلات رسمی داشتید. این نشون میده از اون موقع نگاه تخصصی وجود داشته. بعد میرسیم به دوران طلایی اسلام که دیگه واقعاً اوج شکوفایی این دانش‌ها بود، نه؟ کاملاً. شخصیت‌های بزرگی مثل محمد ابن زکریای رازی، خب با کتاب حاوی مثلا، که یه دایره الانصاف پزشکی تقریباً. بله، یا مثلا ابن سینا با قانون در طب. اینا فقط پزشک نبودن، در واقع تو شناخت و ساخت دارو هم نقش اصلی داشتن. آره، جالبه. یه مورخ پزشک نویبرگر گفته که کاری که دانشمندای مسلمون کردن این بود که دانش پراکنده یونانیا رو اومدن مرتب کردن. یه نظم و ساختاری بهش دادن. و غیر از این دو نفر کتابای تخصصی دارویی هم داشتیم. مثلا اقرابازین شاپور به نسل، یا یه کتاب خیلی مهم دیگه، الابنیه عن حقایق ادویه از ابو منصور هروی. الابنیه عن حقایق ادویه. بله، اینو میگن اولین کتاب داروشناسی به فارسی دری هست. خب اینا نشون میده چقدر این دانش غنی بوده. ولی خب این روند همیشه رو به رشد نبود انگار. نه، متاسفانه تو دوره‌های بعد اون جایگاه قبلی رو پزشکی و داروسازی سنتی ایران از دست داد. خب پس کی دوباره این چراغ روشن شد و وارد فاز مدرن شدیم؟ نقطه عطفش رو میشه گفت دوره قاجار و ارتباط بیشتر با غربه. دارالفنون؟ دقیقاً. تأسیس دارالفنون تو سال 1268 قمری خیلی مهم بود. آموزش پزشکی و داروسازی مدرن اونجا شروع شد. بعدش هم دانشگاه تهران. بله. 1313 شمسی دانشگاه تهران تأسیس شد و دانشکده داروسازی هم شکل گرفت. اول البته بخشی از پزشکی بود. بعد مستقل شد؟ آره، سال 1335 مستقل شد. جالبه که اولین دکترای داروسازی رو هم سال 1319 دادن. پس پایه‌های آکادمیکشون موقع‌ها ریخته شد. بله. آموزش مدرنش اونجا شکل گرفت. و همینطور ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به صنعت داروسازی امروزی. صنعتی که به خصوص بعد انقلاب و توی جنگ خیلی رشد کرد. کاملا درسته. یعنی یه جایی برای اینکه کشور بتونه نیازهاشو خودش تأمین کنه، خودکفایی و کاهش وابستگی. دقیقاً یه جهش بزرگ اتفاق افتاد تا جایی که امروز میگن بیشتر از 95% نیاز دارویی کشور همینجا تولید میشه. 95%، این عدد واقعاً بزرگیه. خیلی عدد مهمیه. تازه تو بعض زمینه‌های های تک مثل داروهای نور ترکیب رتبه 7 دنیاییم و در کل تولید هم جزو 10 کشور اولیم. دستاوردهای خاصی هم بوده مثل اون نانودارو. اولین نانوداروی ضد سالک جهان یا تولید انسولین قلمی. اینا نشون دهنده توانمندی بالاست. خب با این سابقه درخشان تاریخی و این آمار و ارقام چشمگیر خودکفایی و رتبه‌های جهانی، آدم انتظار داره الان وضعیت خیلی خوب باشه، اما گزارش‌ها یه چیز دیگه میگن انگار. متاسفانه بله. وضعیت الان یکم نگران کننده است. چی شده دقیقاً؟ ببینید گزارش‌ها نشون میده مثلا نیمه اول سال 1403 7 تا از شرکت‌های بزرگ دارویی که تو بورس هستن زیانده شدن. 7 تا؟ سال قبلش چطور بود؟ سال قبلش هیچ کدوم زیانده نبودن. این خیلی تفاوت بزرگیه. شاخص تولید کل صنعت هم منفی بوده. منفی 19.5% برای 6 ماه اول سال. یعنی چرخ تولید کند شده؟ خیلی کند شده، بله. با این همه توانایی که گفتیم، چرا؟ دلیل این بحران چیه؟ چند تا عامل با هم دخیل هستن.
یکی از اصلی ترین هاش خب بحث قیمت گذاریه. قیمت گذاری دستوری؟ دقیقاً. دولت قیمت دارو رو تعیین میکنه ولی هزینه‌های تولید، مواد اولیه، بسته‌بندی، حمل و نقل، همه چی داره میره بالا. خب اینجوری که دخل و خرج جور در نمیاد. اصلاً جور در نمیاد. سود شرکت‌ها کم میشه و حتی همونطور که دیدیم به زیان میرسن. یه چالش دیگه طرح دارویاره. دارویار که قرار بود خوب باشه. هدفش خوب بود، یعنی اصلاح یارانه دارو، ولی خب توی اجرا مشکلاتی برای نقدینگی شرکت‌ها و زنجیره تأمین درست کرده. پیچیدگی‌ها رو بیشتر کرده انگار. مشکل دیگه‌ای هم هست؟ بله، یه مسئله ساختاری‌تر هم هست. بحث استانداردهای جهانی تولید یا همون GMP که خطوط تولید ما قدیمی‌ان؟ خیلی هاشون بله. با الزامات سختگیرانه بین المللی برای تضمین کیفیت خب کاملا هماهنگ نیستن. بروز کردنشون هم سرمایه خیلی زیادی میخواد. که با این وضعیت مالی سخته حتما. خیلی سخته. فعالای صنعت هم همینو میگن نگاه دولت برای کنترل تورم از طریق پایین نگه داشتن دستوری قیمت دارو داره به ریشه این صنعت آسیب میزنه. یعنی یه جور فرسایش اتفاق افتاده. دقیقاً. داره صنعت رو فرسوده میکنه. بعضی گزارش‌ها حتی میگن ارزش شرکت‌های بورسی بعد از طرح دارویار 23,000 میلیارد تومان کم شده و شرکت‌ها مجبور شدن برای ادامه کار دارایی‌هاشون رو بفروشن. عجب وضعیتی. خب پس چیزی که امروز دیدیم یه مسیر خیلی طولانی بود. از اون میراث غنی و دانشمندای بزرگ. بله، تا رسیدن به این خودکفایی بالا و حالا درگیری با این چالش‌های پیچیده اقتصادی و ساختاری. دقیقاً. فکر میکنم دونستن این داستان به شما کمک میکنه که وقتی یه دارو دستتون میگیرید یه درک بهتری داشته باشید از مسیری که طی کرده و اهمیتی که این صنعت برای کشور داره. و شاید سوالی که برای شما میمونه این باشه: با توجه به این همه پتانسیل تاریخی و این چالش‌های امروزی، ایران چه بیشتر بهش فکر کرد.